سلام میگی. حتی من داشتم یه چالش جدید براتون ضبط میکردم. چالش این که بتونم اسکات تکبو برم. حالا از این بگذریم و همه این افتادنایی که دیدین همش به خاطر سپاه جدیدی که من گرفتم. سپاه قبلیم شکست به خاطر حواس پرتی خودم، پام گذاشتم رو شکست و الان سپاهی ندارم، نمیتونم ویدیو براتون بگیرم، پولم ندارم براتون سپاهی بگیرم. فعلا تو این کانال فعالیتی نداریم. من این کانال جدید زدم، توش تخته میذارم، تخته نرد بازی، تخته نرد بازی میکنم، گیم پلیمو میذارم توش. اسم کانالم تخته بازه. خوشحال میشم شما 15 نفر که تا اینجا من حمایت کردین برید اون کانال رو ساب کنید، چون فعلا ویدیویی تو این کانال نریم و اونجا بیشتر فعالیت میکنیم، چون ویدیوهاش خیلی ضبطش راحت تره و اینکه بیشتر با شما در ارتباطم. خیلی ازتون ممنون، واقعا تشکر میکنم. آقا تا اینجا کنم من حمایت کردین، ازتون تشکر میکنم. دوباره روز مادر رو به همه مادران سرزمینم تبریک میگم و اینکه خیلی ممنون. دوباره بازم ازتون تشکر میکنم، شما لایق بهترینایی. من میخواستم یه قسمتی از درآمد این کالمو صرف شما کنم، ولی یه ویدیو نمیذاریم 100% این کانال درآمد نخواهیم داشت. کانال جدیدی که میذارم قرارش درآمدش رو صرف خرید تخت نرد یا هر چیزی برای شما عزیزان بکنیم. اگه خواستین اونجا سابسکرایب کنین، من نوکرتونم هستم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون تا چند ماه بعد.